بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. ز گفتار پیغمبرت راه جو، دل از تیرگی ها بدین آب شو. مصطفی بحر است موج او بلند، خیز و این دریا به جوی خویش بند. از بهارش رنگ و بو باید گرفت، شمه از خلق او باید گرفت. دوستان عزیز، پیامبر اکرم، سید خاتم، حبیب خداوند عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، استاد بشریت در فن اخلاق و آداب، راهنمای انسانیت به راه سعادت، در احادیث خویش در این گنجی ارزشمند توصیه ها و راهنمایی های زیاده برای رسیدن و کمال انسانی، برای کسب نمودن اخلاق حمیده گفته های زیاده، توصیه های ارزشمندی دارند. دوستان گرامی، ایده گمان میکنند که آنگاه شخصانی محترم میشوند و آنگاه جایگاهی بالای در جمعیت به دست میآورند که شخصانی جدی باشند و به سختی و درشتی با دیگران حرف زنند، سخنشان خیلی جدی باشد، در آنها تبسم نباشد و دائم همیشه در حال آمادگی به دفاع و به هجوم و به سخنی درشتی را گفتن به دیگری که گمان میکنند سزاوار آنگونه سخن است، چنین میپندارند. یعنی راه رسیدن به آبرو و احترام در جامعه را در مناسبت جدی و در درشتی کردن با شخصانی که از آنها در زینه پایان تر است میبینند. برای یکی از دوستان را که کارخانه‌ای دارد و در آن کارخانه افراد زیادی کار میکنند، به نرمی و لطف توصیه کرده شد و در جواب گفت ما راهبران اگر درشتی نکنیم کارمان پیش نمی رود. حدیثی که حالا میخواهیم مطرح کنیم به سمع شما رسانیم دوستان عزیز در این موضوع است. این قضیه را بررسی کرده، مسئله نرمی و لطف در معامله، در گفتار با دیگران. این پندار البته پندار غلط است. درست است که گاه انسان برایش ضرورت می شود که با بعضی نفران در حالتهای استثنایی با درشتی مناسبت کنند، چون بعضی بیماری ها هست که برای آن داروی تلخ شفا بخش است، اما در حالتهای طبیعی با عموم مردم و قاعده اساسی در مناسبت در گفتار و رفتار با مردم باید قانون نرمی و لطف حکم فرما باشد. در این مورد مادر مؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت نمودند که ایشان فرمودند ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. یعنی نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد آن چیز را مزین میگرداند، زیبا میگرداند، و هر چیزی که از نرمی و لطافت خالی گردد زشت و معیوب و ناقص میگردد. یعنی هر گفتاری، هر معامله، هر مناسبت، هر داد و گرفته که در آن نرمی باشد، لطافت باشد، تفاهم باشد، در آن خیر و برکت است. آن نوع معامله و مناسبت، آن نوع گفتار از نگاه شریعت زیباست. اما هر آن مناسبت، هر آن داد و گرفته که جای نرمی در آن درشتی باشد، دغل‌گویی باشد، آن از نگاه شریعت زیبا نیست و در آن خیر و برکت هم نیست. و دوستان گرامی، هر که از خصلت نرمی و مهربانی و لطف محروم باشد و به دغلی و درشتی مبتلا باشد باید خود را معالجه کند، زیرا وسیله رسیدن به خیر و برکت و ثواب عظیم در نزد خدا این داشتن خصلت نرمی است. در حدیث دیگری که آن را نیز امام مسلم و همچنین امام بخاری در ادب مفرد از جابر بن عبدالله روایت کردند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند من یحرم الرفق یحرم الخیر. هر که از خصلت نرمی محروم باشد از خیر و برکت محروم است. پس دوستان عزیز، این احادیثی که درباره نرمی و مهربانی وارد شده و ما این را می آموزد که خصلت نرمی و لطف خصلتی است که خدا آن را در بنده دوست می دارد و این خصلت سبب جلب شدن خیر و برکت بر بنده و کاروبار او و خاندان او می گردد و این خصلت سبب می شود که انسان نزد
مردم جامعه نیز محبوب باشد آنگونه که نزد خداوند محبوب است. به امید دیدار در برنامه‌های بعدی. خدا نگهدارت.